ما در ماه مبارک رمضان هستیم. همه ما روزه داریم. همه ما شکر مسلمان هستیم. این روزه دارد، غینش روزه دارد، وزرا روزه دارد، وکلا روزه دارد، سناتوران روزه دارد، والیان و جنرالان و رؤسا و معینان روزه دارن، همه روزه دارن. اما چرا حق مردم میخوریم؟ چرا بالای مردم ظلم میکنیم؟ فلسفه اساسی روزه دقیقاً درک گرسنگی و فقر افراد فقیر جامعه است، افراد محروم جامعه است. و فلسفه اساسی روزه همدردی و همبستگی، رسیدن به این مشکلات است. روزه به معنای نیست که ما از فلان ساعت تا فلان ساعت نمی نوشیم، نمی خوریم، وقت شام شد ما 20 متر دسترخوان خود دراز میکنیم، پلاو است و چلاو است و قورمه است و چپلی کباب است و بود کباب است، در کوچه‌شی همسایش گرسنه است. ما چگونه میتونیم بگوییم ما مسلمان هستیم، روزه دار هستیم که ما 4 ماه می شود اضافه کاری اجیران و مامورین خود نمیپردازیم؟ امضا کردن. خدا شاید است در خود پارلمان گریه میکنن. ما چگونه میگوییم مسلمان هستیم، روزه داریم که عسکر از جبهه به من تلفن میکند میگه 4 تا لحاف من در سرک انداخته شده، کرای خانه را داده نتونستم به خاطری که 2 ماه معاش من داده نشده، در همین کابل است. ما چگونه میتوانیم بگوییم ما مسلمان هستیم که بازمانده شهید ما را به نام این که بیومتریک نشده، به نام این که تذکره ندارد پولیس خورده می شود؟ ما چگونه میتوانیم بگوییم ما مسلمان هستیم که معلم ما را حق الزعمیش که در بودجه 1399 تصویب شده پرداخته نمی شود؟ ما چگونه میتوانیم بگوییم ما روزه داریم، ما مسلمان هستیم، ما با همنوان خود، همدین خود همدرد هستیم، در حالی که تقاعد متقاعدینی که در سالی 30,000 می شود و بیش از 30 سال در کشور خدمت کرده، این 2 سال است تقاعدش داده نمی شود. وقتی در ریاست تقاعد ببینید خوابیدن، گریه میکنند، ریششان سفید است، هر کدام جای پدری ما هستند، مادری ما هستند، اما ما به احساس هستیم. ما از پول ملت دزدی میکنیم، مالیات نمیپردازیم، تکس نمیپردازیم، رشوت میگیریم، 1 میلیون دزدی میکنیم. بعد بنابراین هموطنان عزیز، این فریبکاری نیست. ما کی رو بخوایم فریب بدیم؟ این کمپاین نیست. کدام انتخابات پیش روز که من کمپاین میکنم؟ ما درد ما است که کلانای کشور میلیون‌ها افغانی دزدی میکنند از پول بیت المال، از مردم گرسنه، از بیوه و یتیم. بعد 1,000ش خیرات و نظر میکند و این میگوید ما وجدان ما آرام است، خداوند از ما راضی است. حتی در رگ خودت که خون حرام جاری است، در رگ هموطنان فقیر ما هم خون حرامت جاری میکنی. نماز خودت که زیر سوال است، روزه خودت که زیر سوال است، چرا روزه و نماز هموطنان ما را زیر سوال میبریم؟ ما چگونه میتونیم نماینده مردم بگوییم که من قسم میخورم که در سفره هر کدام ما، من جمله من، در سفره من شب حداقل چیزی هست، اما خدا شاید است کسایی است که نان و چای ندارن، نان قاق، نان 3 روزه 4 روزه را میخرن،